ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 13-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамкулов бишнавед. همین طور سید مراد خواجه همچون مربی و تربیتگری نازک فهم در کار تربیه فرزندان از جمله صدرالدین از تجربه عملی هر روزه زندگانی آدمان اصیل فراوان استفاده می‌برد و فرزندانش را بیشتر از روی تجربه های بهترین زندگی چی خودش بر این شخصانی مهنت و علم و ادب دوست و چی بزرگانی گذشته و زمان خود تربیه می کند. مخصوصاً او پسرش صدرالدین نورس را پند می دهد که به همه گونه مشکلی و دشواری زندگی تا باور باشد، از بیکاری و تنبلی خود را به کنار گیرد و همه قوه و دقتش را به از برنمودن اساسهای علم و دانش به مهنت حلال و از خودنمایی کسب و هنرهای سودمند سفر برنماید. برای اجرای چنین خواهش و طلبات و آرزو و مقصد خود سید مراد خواجه در حل همه گونه مشکلی ها و مرکبی های زندگی و وزنینی چی مهنت و چی تحصیل آینده پسرش کارنامه آدمان بزرگ را همچون نمونه عبرت مثال می آورد. وی با نقل‌های عبرت بخش و با آوردن نمونه‌های اشعاری عیسی مخدوم صایب بر این چندین شاعران دوستدارش صدرالدین نورس را در روح مهنت دوستی، آدمگری، علم دوستی، معرفت پروری و مانند آنها تربیت کردنی می شود. در این حالت همه گفتار و رفتار، پند و حکمت و مناسبت پدر با پسر خیلی صمیمی و حلیمانه به نظر می رسد. در نتیجه در هر یک وضعیت مناسبت پدر و پسر با همدیگر پرره، مطابق و موافق می باشند و همفکری همه جانبه آنها تأمین می گردد. او با همین راه زندگی از جمله تقدیر آینده پسرش صدرالدین را به واسطه چنین ملاقات و صحبت و مکالمه اشان تأمین می گرداند و با دلیل و برهانهای قاطعی فکر و اندیشه هایش را به او ثابت می سازد. خواننده در این حالت هیچگاه حس نمی کند که سید مراد خواجه به صدرالدین نورس فکر و اندیشه اش را بار می کند، او را عقل و دانش یاد می دهد، با او اندرز و پندهای پای در هوا می گوید و غیره. از مناسبت بین پدر و پسر به چنین خلاصه آمدن ممکن است که پدر گویا در هر یک لحظه با پسری خیش همچون با شخصی هم سن و سال و هم مقصد و هم مرام خود صحبت و محاوره و مبادله افکار می نماید. نه سخنانی شخصی فرمان فرمایانه خشک و خاری، بلکه مکالمه و محاوره و مبادله افکار صمیمی پدر و پسر عینی را از سن طفلی و شباب وادار می سازد که از نتیجه آنگونه صحبت و مبادله افکار با پدر به خلاصه های درکاری و ضروری و درست آید، خوب را از بد، عاقل را از جاهل، خیر را از شر فرق نماید.
تدریجاً نسبت به ظالمان و ضرر رسانندگان انسان، عالم تراشان سله کلان، بیکاران و مفتخوران، عوام فریبان و کارگریزان و تنبلان و توکل پرستان با حس نفرت و لعنت و بدبینی نظر افکند و غیره. چنان که دیده می شود این قبیل صحبت و مبادله افکار و محاوره و مکالمه های بین پدر و پسر، توصیف اشعاری حافظ، صایب، بیدیل، عیسی مخدوم، صدری سریر و دیگران از زبان سید مراد خواجه با شوق و ذوق خواندن و مطالعه کردن بعضی بیت و شعرهای آنها هم از جانب پدر و پسر با احتراسی زیاد و عظیم به زبان گرفتن نامهای چی سرآمدان نظم کلاسیکی و چی شاعران زمان خود و امثال آنها از خردسالی مهر و محبت و میل را به ایجاد اشعار و عقل و دل صدرالدین عینی بیش از پیش و بیش از بیش جایگیر می کناند. از جانب دیگر این قبیل صحبتها و مکالمه ها بین پدر و پسر نه تنها به حیات هر روزه، به جهان بینی و به عقیده و افکار صدرالدین نورس تأثیری بزرگ رسانیدند، بلکه در نتیجه مقایسه آنها با اهل جاهل و نادان زمان نفرت و بدبینی او را نسبت به اشخاص نامطلوب و عالم تراشان بی سواد و بی معرفت و بیکاران مفتخور ده چند می افزایاناندند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 110. این قبیل معامله و مناسبتی صمیمانه، محاوره و صحبت و مکالمه های با برکت و سود بخشی برابر حقوقانه پدر و پسر امروز و در آینده هم به تمام عائله های خلق تاجیک نمونه عبرت شده می توانند، تا که آنها با این راه در تربیه فرزندان راه درست را پیش گیرند. چون این تجربه حیاتی مناسبت سید مراد خواجه به همه پدران و مادران تاجیک مدد می رسانند که از اصولهای مرکب زندگی آگاه باشند، آنها را نقص درک نمایند، در تربیه فرزندانشان به سهو و خطاها راه ندهند، آنها را در سری وقت تعلیم و تربیه دهند، در انتخاب کسب و هنرشان مدد رسانشان باشند و فرزندانشان را به حیات مستقلانه آماده سازانده توانند. درستی این فکر را در مثال صحبت و محاوره و مبادله افکار سید مراد خواجه با صدرالدین نورس در مسئله سری وقت و حتی بر وقت میل پیدا کردن این پسری زیرک و ادبیات و شعر دوستش به شعر و شاعری و از زبان پدرش فهمیدن آن حقیقت که در زمان آنها هم شاعر شدن ممکن بوده است تصدیق کردن ممکن است. خود عینی در این باره چنین می نویسد: من در نتیجه این صحبت دانستم که در زمان ما هم شاعر شدن ممکن بوده است. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 110. همین طور با باوری کامل تصدیق کردن ممکن است که اساس اکثر کامیابی و پیشروی های من بعده مهنتی، علمی، پداگوژی و مخصوصاً ایجادیات ادبی و بدیعی عینی را پیش از همه به تربیه درست پسرانش و از جمله صدرالدین از جانب سید مراد خواجه علاقمند دانستن لازم است. همه چنین صحبت و محاوره و مکالمه های بین پدر و پسر
من بعد تدریجاً به برنامه هم زندگی و هم مهنتی تمامی فرزندان از جمله صدرالدین مبدل می گردند. مثلا وقتی صدرالدین نورس یکمین بار از زبان سید مراد خواجه می فهمد که ریشه کلمه های شعر و شعور یک است و برای شاعر شدن باید عیسی برین، بابا صاحب برین، بیدل برین، حافظ برین، در هر مورد شعرهای خوب گفته توانستند لازم است، روشن می فهمد که برای شعرهای سلیس و رنگین، روان و شکرین و تازه و خوب آفریدن شعور را به کار برد، فکر و اندیشه کند و در هر مورد شعرهای بسیار خوب، همانجا صحیفه 111 ایجاد کند. چنان که می بینیم امروز هم آن طلبات ظاهراً خیلی ساده ولی اهمیتناک و پرقیمت که سید مراد خواجه به پسرش صدرالدین درباره چگونگی شعر و شاعری، طرز و اسلوب و اصول و راه‌های شاعر شوی نقل کرده و فکر و عقیده رانده بود، به حقیقت ادبی و بدیعی و ادبی و استتیکی موافقت و مطابقت می نمایند. شناسایی عینی با زندگی جامعه. باوری کامل داریم که عینی شناسان آینده البته با آموزش موضوع پدر و پسر سید مراد خواجه و صدرالدین عینی که در راه تشکل و تحول جهان بینی، غایوی و عقیده های اجتماعی و اخلاقی، علمی، فلسفی، دینی، تاریخی، ادبیات شناسی، پیدایش اصول و رویه ایجادیات ادبی و بدیعی آینده عینی مقامی حل کننده بازیده است، اهمیت کلان خواهند داد. در برابر این عینی شناسان در آینده البته با تمام تفصیلاتشان موضوعهای عینی و رودکی، عینی و حافظ، عینی و سعدی، عینی و فردوسی، عینی و ابن سینا، عینی و صایب، عینی و کمال خوجندی، عینی و واصفی، عینی و هلالی، عینی و احمد مخدومی دانش، عینی و بیدل، عینی و نظامی، عینی و عیسی مخدوم، عینی و نوایی، عینی و صدری ضیا و بسیار دیگر موضوعهایی به مسئله‌های تأثیری متقابله، هم پیوندی، مناسبت و علاقمندی غایوی و بدیعی و تیماتیکی، ژانری، اسلوبی، شکلی، پویتیکی آثاری سرآمدان ادبیات فارس، تاجیک، ازبک، عرب، ترک، تاتار، آذری و غیره وابسته بوده را خواهند آموخت و با همین وسیله تأثیر ایجادیات بسیار ادیبان کلاسیک و معاصرش را به عینی معین خواهند نمود. گرچند تا حال اکثری مطلق معما و موضوعهای نامبر شده آید به فعالیت ایجادی عینی و رابطه و علاقه ایجادی او با صدها ادیبان گذشته و همزمانی تاجیک، روس، ازبک، ترک، تاتار و عرب و دیگر خلقهای جهان آموخته نشدند، ولی در تدقیق و تحقیق و حل بعضی از آن معما و موضوعهای فوق و ده‌ها دیگر موضوعهایی به آنها وابسته و علاقمند و مانند خود عینی با اثرهای سیرشمارش مددرسان شده میتواند، چون که در سالهای من بعده خود نویسنده مناسبتش را به بسیار ادیبان گذشته و معاصران خود از جمله به شاعران خلقهای نام برده به واسطه اثرهای خیش کم یا زیاد بیان کرده است.
با باوری باید گفت که در آینده تحلیل و تحقیق همه‌جانبه موضوعهایی که به مناسبت و علاقه عینی با شاعران نامبر شده‌ای برای پدرش سید مراد خواجه و به واسطه او برای خود عینی ایدئال حساب می یافتند و حساب می یابند و با دیگر ادیبان گذشته و همزمانش از خاطر عینی شناسان بیرون نخواهد ماند. تأکید باید نمود که عینی شنیدن افسانه و قصه و روایت‌های خلقی را از کودکی دوست می داشته است. به طور دیگر گوییم نویسنده آینده به هر دو باری ادبیات بدیعی، ادبیات خطی و ادبیات شفاهی از سن و سال طفلی هوس زیاد داشته است. همین محبت به دو پهلوی ایجادیات ادبی و بدیعی ذوق و میل عینی را به ادبیات بدیعی می افزایاند که در بین آنها به شنیدن افسانه ها، قصه ها، متل ها، شوق‌های خلقی و تاریخی ذوق داشتن او را قید نکردن ممکن نیست. این عقیده را با دو مثال عادی ترین تصدیق کردن ممکن است. یکی آن است که عینی از خردسالی به مطالعه و حفظ نمودنی غزلهای شمس الدین محمد حافظ شوق و ذوق بی اندازه داشت. دیگری آن است که عینی از کودکی شنیدن افسانه و روایت‌های خلقی را خیلی دوست می داشت. به طور دیگر گوییم این نویسنده آینده به هر دو باری ادبیات بدیعی، ادبیات خطی و ادبیات شفاهی از سن و سال طفلی میلی بی اندازه داشت. مخصوصاً او از سن طفلی و شباب هم میل و ذوق و شوق به مطالعه شعر و هوس به شاعری و مخصوصاً به اشعار شمس الدین محمد حافظ و هم میل به شنیدن افسانه و شوق و قصه و روایت‌های شفاهی خلقی پیدا می‌کند. همین دو پهلوی محبت عینی به ایجادیات ادبی و بدیعی، از یک طرف با ذوق و هوس و محبت او به ادبیات بدیعی و مخصوصاً به شعر و شاعری با توسط پدرش مکتب، بیبی خلیفه، خطیب دیهه، مطالعه دائمی غزلهای خواجه حافظ و دیگر منبعها علاقمند باشد، از طرف دیگر از سن طفلی ذوق و هوس و میل او به شنیدن افسانه، قصه، شوق و مثل و متل‌های خلقی و تاریخی خیلی زیاد می شود. مثلا خود عینی در مقاله پوبلیسیستی دیوی هفت سر که در سالهای جنگ بزرگ وطنی ایجاد شده بود، درباره چطور از خردسالی به شوق و قصه و افسانه شنوی هوس نهایت کلان و بسیار داشتنش را به طور ذیل بیان کرده است. در وقتهای خردسالی هم به شوق، متل و افسانه شنوی بسیار هوس داشتم. در همسایگی ما یک کمپیر 80 ساله بود که در افسانه گویی مانند نداشت. من و بچگانی دیگر هر شب به سر بالین آن کمپیر رفته از وی خواهش می کردیم که برای ما شوق گوید. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 9، صفحه 284. چنان که نویسنده در اثرهای من بعدش معلومات می دهد، آن کمپیری 80 ساله توته پاشا که زنی عمکی پدرش عبدالقدوس خواجه بود، هر شب به صدرالدین کودک و دیگر بچگان دهه ساکتری شوق می گفت و در افسانه گویی مانند نداشت می نویسد عینی.
عینی همین گونه میل کلان داشتنش را به شنیدن مثل و قصه و افسانه و متلها در یادداشت‌هایش و بعضی دیگر مقاله و اثرهایش گشته و برگشته و تکراراً تأکید نموده است. چنانچه او می نویسد که در قطار خواهرزاده ابراهیم خواجه حامد خواجه، دختران استا خواجه و گاها با اکرام خواجه بی ادب و شوخ و بعضی دیگر کودکان در خردسالیش به خانه زن عبدالقدس خواجه نام عمک پدرش که کیها وفات کرده بوده است به خانه توت پاشا رفته از او حکایه های غلطی و شوق ها، افسانه های عجایب و غرایب را شنیده بوده است. عینی می نویسد که توت پاشا در حکایه نقل کنی عموماً هنرمند بوده است و او به این بچگان از جمله به صدرالدین خردسال قصه های رستم، اسفندیار، سیاووش و ابو مسلم و افسانه و حکایه های خلقی را از قبیل یتیم دانا و بای فریبگری نادان، دیوی هفت سر و مانند آنها را با ابرازهای بسیار روشن و تصویرهای ساده خلقی به غایت دلچسب نقل می کرده است. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6 صفحه 53. از همین سبب عینی بعد از زیاده از 60 سال به طور واضح و باوری بخش تاکید می کند که آن کمپیری 80 ساله بی سواد توت پاشا این قبیل افسانه و قصه و حکایه ها را به تعبیر و تصویرهایش هیجان آور نقل می کرد. بنابر همین عینی توت پاشا را در حکایه بندی واقعه ها، در ایجاد نثر بدیعی خلقی استاد اولین خود حساب می کند. عینی از زبان این کمپیری 80 ساله عمرش را در زحمت و مهنت و به سختی گذرانیده حکایه های بسیاری شنیده بوده است و مقصد داشته است که من بعد بعضی از آن حکایه ها، افسانه ها، شوق ها را در رفت تحریر یادداشت‌های خود در موردهای مناسب باری دیگر نقل نماید. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6 صفحه 55. اما افسوس که فوت ادیب به او امکان نداد که هم یادداشت‌ها را به آخر رساند و هم آن افسانه و شوق و حکایه های ذوق‌آور و جالب دقت توت پاشا را دسترس عموم گرداند و یا در یادداشت‌ها داخل کند و یا مجموعه الهیده ترتیب دهد. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6 صفحه 55. بی سبب نیست که عینی در دوره اوج عالی ایجادیات خود همین توت پاشا را به یاد آورده مقام او را در تشکل فعالیت نویسندگیش همچون استاد اولین خود این طور به قلم داده است. توت پاشا این حکایه را، یتیم دانا و بای فریبگری نادان را، با ابرازهای بسیار روشن و با تصویرهای ساده خلقی به غایت دلچسب نقل کرده بود. با وجود خردسالی من و دیگر شنوندگان با شنیدن این واقعه به هیجان آمده بودیم. حیفا که من تعبیر و تصویرهای آن کمپیر را از یاد برآوردم و در این وقت که از زمانی شنیدنم این حکایه را 60 و چند سال گذشته است مجبور شدم که با زبان خودم نویسم، لیکن به قدر امکان کوشش نمودم که عموماً ساده شود. در هر حال من آن کمپیری 80 ساله بی سواد را در حکایه بندی واقعه ها استاد اولین خود می دانم و او را هر وقت به نیکی یاد می کنم. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6 صفحه 53.
عینی از سن طفلی و شباب سر کرده شخصی گپ دوست و کنجکاو همانجا صحیفه 141 زیرک و مشاهده‌چی با فهم و هوشیار به وای می رسد و به پست و بلندی های زندگی از روی بینیش پدر و مادر، اولاد و خویشاوندان نزدیک آدم دوست و هنرمند و مهنت پروری خود نظر می افکند. به طور دیگر آنها و مخصوصاً پدرش سید مراد خواجه و حیات، راه زندگی، خصلت‌های نیکی او و امثال آنها در تمام لحظه‌های دوره حیاتی من بعده عینی مربی و راهنمای نخستین و اساسیش به شمار می رفتند. عینی بهترین خصلت، خلق و اطوار و معامله و مناسبت انسانی، میل و ذوق و هوس را به کار و مهنت، به علم و دانش، به ادبیات و صنعت، به شعر و شاعری و امثال آنها پیش از همه از پدر خود سید مراد خواجه آموخته است. بیکار نیست که خود او می نویسد که با وجودی در خردسالی از پدر جدا شدنم در حیات من تأثیری بزرگ گذاشته است. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه 141. در عین زمان عینی بارها درباره چگونگی خلق و اطوار، کار و کردار، معامله و مناسبت پدر خود با اشخاص جداگانه، از جمله با آدمان تنبل و لندهور، مهنت بدبین و کارگریز، دروغگوی و قلاق، ظالم و عوام فریب، جاهل و نادان و غیره در بسیار مقاله و اثرهای خود سخن رانده است. از جمله ناترسانه و بیرحمانه، تلخ و فاشافاش گپ زدن، برنجیش طرف مقابل اعتباری نداده و پروایی نکرده، دغل و سخت سخن راندن به خلق و اطوار پدر عینی خاص بودند. مثلا عینی درباره بعضی از خصلت‌های پدرش در یادداشت‌ها چنین معلومات داده است: پدری من یک درجه دغل و سخت گپ بود. او کارهایی به خودش نامقبول را با سخنهای سخت و تلخ فاش می کرد و از رنجیدن طرفی مقابل هیچ پروا نداشت. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه 71. چنانچه این گونه دغلی، سخت گپی، بدجهلی و تلخ بیانی سید مراد خواجه را در مکالمه‌اش با استا عمک درباره بدکرداری و بدخلقی اکرام خواجه مشاهده نمودن ممکن است. دغل باشد هم او خصلت‌های بدی اکرام خواجه را از کار و عمل خر بدتر می شمارد. سید مراد خواجه در جای دیگر رفتار ملاهای مقرری را نیز خیلی سخت مذمت می کند. شما گفتار 13 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمکولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.